تو این ویدیو میخوام در مورد گرفتن 100 تا سابسکرایب اول باهاتون صحبت کنم. تقریبا 1 سال پیش بود که من به اولین 100 تا سابسکرایب به خودم رسیدم و گفتم با اون تجربه 3-4 ماهه‌ای که داشتم بیام و یه آموزش بدم که چجوری سریعتر به 100 تا سابسکرایب اول رسیدم. ولی امروز میخوام در ادامه تکمیل شده همون ویدیویی که 1 سال قبل داشتم اطلاعات آپدیت شده و تجربه‌ای که دارم رو براتون بذارم که چطوری میتونیم 100 تا سابسکرایب اول رو سریعتر بگیریم. تو این ویدیو میخوام 6 تا راهکار بگم که تقریبا 3 تا شاید یه ذره عمومی تر باشه و 3 تاش تخصصی تر باشه و تخصصی ها رو میذارم در ادامه و حتما هر 6 تا راهکار رو کامل ببینید، انجام بدید. بهتون قول میدم که سرعت جذب سابسکرایبتون رو خیلی بیشتر میکنه. و یه نکته‌ای که نباید فراموش کنید هیچ وقت، من شاید توی ویدیو قبلی هم گفته باشم، اونم این هستش که من با خیلی از یوتیوبرها که صحبت میکردم این نکته بین همشون تقریبا مشترک بود که 100 تا سابسکرایب هر مقداری که طول بکشه اون 900 تای بعدی تقریبا همون مقدار طول میکشه. یعنی مثلا کانال من 100 تا سابسکرایب اول رو تو 3-4 ماه گرفت، اون 900 تای بعدی که 9 برابر بیشتر هست از لحاظ عددی تقریبا همون 3-4 ماه دوباره طول میکشه. و برای خیلی از کانال‌های دیگه هم همین مقدار بود، به شرطی که طبیعی کار کنید و مستمر برید جلو. ولی بریم سراغ مورد اولمون. اولین مورد، من داخل کانال یوتیوب هم هستم و میخوام ببرتون داخل قسمت آنالیتیکس، جایی که آمار کانال رو میبینیم و به جای 28 روز اخیر این رو بذارم روی لایف تایم که کل عمر کانالم رو با هم ببینیم. و حالا این رو که بذارم روی عدد سابسکرایب، اینجا رو من میخوام ببینید. از اینجا که تقریبا 5 مارس اولین روزی هستش که من کانالم رو داشتم و بیام جلو تا این نقطه که میشه گفت تقریبا 5 جولای میشه که من 100 تا سابسکرایب اول رو گرفتم. خب نکته‌ای که میخوام در مورد این بازی بهتون بگم این هستش که اوایل که اصلا سابسکرایب نمیگیریم، این کاملا طبیعیه. یعنی 10 تا سابسکرایب اول واقعا سخته و اینجا جایی هستش که من به فک و فامیل و دوستا و همکلاسی‌ها و اینا میگفتم بیاین ساب کنید. میبینید یهو مثلا یه روزی من 30 تا سابسکرایب گرفتم. خب عدد گنده‌ایه. بعضی روزا هم بود که سابسکرایبم کم میشد، مثل دقیقاً اینجا عدد -3 رو داریم میبینیم، سابسکرایب هم داره میریزه و اونم دوباره مورد طبیعی هستش. ولی اینجا جایی که دیدم که آقا اینا که این سابسکرایب دارن میکنن منو هیچ ویوی برای من نمیارن، فک و فامیل من دارن منو سابسکرایب میکنن، هیچ اصلا نمیام. مثلا برای ننه بابا تو دوستات بفرستی میان دکمه حساب میزنن و بهشون فشار میاره سابسکرایب میکنن ولی ویو نمیارن. دیدم آقا من با طبیعی ویدیو بذارم تا درست شه. در نهایت از یه جایی بعد دیدم خب 0 میبینید همش 0، بعضی روزا حتی سابسکرایب کم میشد. از یه جایی بعد دیدم نه داره مثلا یه ذره بهتر میشه، بعضی روزا 0، بعضی روزا 2 و این بیشتر و بیشتر میشه کم کم. اولین نکته که وجود داره این هستش که روزهای اول اصلا ناامید نشید، چون واقعا سابسکرایب نمیگیرید و اینو به عینه دیدم. و اگه سابسکرایب هم بگیرید از این ور اون ور ویو نمیگیرید، شما دنبال ویو هستید. بنابراین حواستون به این قضیه باشه که صبر داشته باشید، 2 ماه 3 ماه کار کنید، بهتون قول میدم اون سابسکرایب میاد دکمه رو میزنه، نگران نباشید. مورد دوم که توی تنظیمات کانالمون هستش و هممون میتونیم انجام بدیم، چند تا بخش داره. اولین بخشی که باید تکمیل کنیم، باید بیایم توی قسمت ستینگ، توی قسمت آپلود دیفالت و لینک سابسکرایب اجباری کانالمون رو بذاره. من قسمت آپلود دیفالت آوردم، این لینک دقیقاً این لینک رو من توی دیسکریپشنم همیشه گذاشتم، بعضی وقتا توی کامنت ها حتی پین میکنم. فایده ای که داره این هستش که یه بخش از مخاطبم روی لینک کلیک میکنن و سابسکرایب میکنن. این بخش اولش هستش. بخش دومی که باید تو تنظیمات سابسکرایب انجام بدید این هستش که اینو ببندم بیام توی قسمت کاستومایزیشن یا چیدمان کانال یوتیوبم و توی قسمت چیدمان که بیایم چند تا بخش داریم و توی قسمت برندینگ این قسمت میایم پایینتر، این پایین سمت چپ اگه دیده باشید یه علامت سابسکرایب هست برای من، مستون رو ببرید روش، سابسکرایب بهتون پیشنهاد داده میشه. اینو باید بسازید
و آپلود کنید. از این طریق میتونید آپلود کنید. و مورد سوم همین انیمیشن سابسکرایب هستش که میاد روی ویدیو، دقیقاً مثل همین، یا بعضی وقتا به صورت گلیچ دیدید میاد، بعضی وقتا گوشه است این ور اون ور. اینم باید دو سه نمونه مختلف برای خودتون بسازید، وسط ویدیوهاتون قرار بدید. قطعاً مخاطباتون یه بخشی از بازدید کنندهاتون سابسکرایب میکنن این محتوای شما رو دوست داشته باشن. این تنظیماتی هم بود که همه میتونن انجام بدن. ولی بریم سراغ مورد سوم. مورد سوممون این هستش که چه ویدیوهایی رو داریم میسازیم. این قبلا توی اون ویدیویی که 100 تا سابسکرایب اول بگیریم نذاشته بودم، ولی الان به این نکته رسیدم. اونم این هستش که محتواهایی که داریم میسازیم به دو دسته تقسیم میشه. خب یه سری محتواهایی هستش که اینجوریه، میره بالا میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی میسازید یهو بازدید میگیره میاد پایین، تمام، هیچ چیزی دیگه اصلا بازدید و سابسکرایب و ویو نداره. مثلا کانالایی که معمولا دارن محتوای ریاکت درست میکنن اینجوریه. فرض کنید یاس یا یه خواننده یا آهنگی داده، یه ریاکت کردید، بازدید سریع گرفت، بازدید زیادی گرفت، اومد پایین دیگه، تمام شد. خب ولی یه کانال دیگه رو تصور کنید، مثلا آموزش درست کردن قیمه است. خب آموزش درست کردن قیمه شاید روز اول بازدیدی نگیره، ولی در طول یک سال ماهی مثلا 100 نفر 1000 نفر بیان سرچ کنن و از اون طریق بازدید بگیره. این ویدیو به دو سبک تقسیم میشه. یکی ویدیوهایی که همیشه سبزه مثل اون آموزش درست کردن قیمه، یکی ویدیوهایی هستش که نه سبز نیست، ترند تقریبا و با توجه به بازه زمانی تغییر میکنه. کانال شما باید محتواهایی رو بسازه که از هر دوتا باشه. مثلا اگه دارید هفته 4 تا ویدیو میسازید، یکی دو تا حتما از این سبک باشه، یکی دو تا از اون سبک باشه. یکی از دلایل خیلی زیادی که کانال مثلا ریاکت دیر رشد میکنه، چون همیشه محتواهایی رو داره سرچ میکنه که محتوای سبز نیست، دائما براش بازدید نمیاره. داره محتوایی رو میسازه که تقریبا ترنتوره، یعنی یه چیز چالش سعی کن نخندی کسی از طریق سرچ نمیاد یا در طول یک سال بازدید زیادی نمیگیره اگه کسی شما رو نشناسه. ولی در حالی که مثلا بیاد آموزش میدیم مثلا اصلا چطور ریاکت کنیم، یا آموزش میدیم چجوری تصویر تو بیاریم گوشه، خب اینا مرتبط با همون کانال باز هم هست و یه سری از مخاطباتون میبینن و اینا دائما بازدید میاره براتون. حواستون باید باشه تو هر کانالی که هستید ببینید من دارم ویدیوی سبز هم درست میکنم یا نه. یه نمونه رو یه دقیقه بیایم با هم ببینیم. بریم داخل آنالیتیکس خودم دوباره میرم و این دفعه میخوام مثلا توی قسمت ریونیو بیام درآمد چند تا ویدیو ماه اخیرمو حساب کنم. خب ببینید ویدیوی دومی که بیشترین درآمد این ماه هم داشته ویدیو هستش که 0 تا 100 آپلود ویدیو در یوتیوب. خیلی نکته ساده ای هستش، اوایلم اصلا بازدید خوبی نگرفت، ولی به مرور زمان الان میبینید مثلا $46 بازدید داشته. اگه اینو لایف تایم کنم دوباره همین ویدیو رو میبینید باز هم رتبه دوم هستش در طول یک سال و اندی و 250 تا ویدیو که آپلود کردم. چرا؟ چون ویدیویی هستش که سبزه و همیشه میتونه برای من مخاطب بیاره. مثلا ویدیوی طرح صیانت یه هفته میره بالا میاد پایین، تمام شد. ولی من باید توی اون یک هفته علاوه بر ویدیویی که ترنده از این سبک ویدیوها هم بسازم. پس حواستون به این نکته هم باشه که از این ویدیو منتشر بکنید. مورد چهارم که احتمالاً خیلی زیاد شنیدید ولی درست حسابی بلد نیستید، این هستش که تحلیل رقبا رو انجام بدید. دو تا تکنیک داره این تحلیل رقبا که توی این ویدیو میخوام بگم. اولش این هستش که آقا طبیعتاً هممون میدونیم مثلا تحلیل رقبا که داریم انجام میدیم کانالای رقیبمون چیه. من الان کانالی که دارم می‌نویسم کانال اسکیل ویدیو، مثلا یه دقیقه کانال اسکیل ویدیو میارم و میریم داخل کانالشون رو با هم چند تا آمار رو میخوام چک کنم. اولین آماری که میخوام چک کنم این هستش که موست پاپولار هاش چیه، یعنی برم داخل قسمت ویدیوها و ببینم کدوم ویدیوها هستش که بازدید زیادتری رو براشون آورده. خب موست پاپولار رو گذاشتم، این 5 تا ویدیو بیشترین بازدید رو روی کانالشون داشته و من چیزی که یادمه یه سال پیش من ازش ایده گرفتم این بود که من یادم اون موقع ها آموزش ساخت کانال یوتیوب از 0 تا 100 گذاشته بودن ولی برای کامپیوتر بود، برای گوشی موبایل نبود. بلا فاصله من با اینکه تعداد سابسکرایبرام زیر 200 بود اومدم این آموزش ساختم و به شدت رشد خوبی داشت، بازدید خوبی داشت و سابسکرایب زیادی تونستم جذب کنم. فقط از این نکته که خب رقیبم داره چیکار میکنه و چیکار نمیکنه که من بیام اون رو انجام بدم و حواستون به این قضیه باشه که تحلیل رقبا رو خوب انجام بدید. نکته دومی که تو تحلیل رقبا هست، توی قسمت هوم میایم، من افزونه توپ بادی رو دارم. خب به من نشون میده آمار
کانال های دیگر رو، مثلا 6 تا ویدیو گذاشته 380,000 تا بازدید داشته. اینو بر اساس سابسکرایب اگه بچینیم به ما نشون میده چه روزایی سابسکرایب زیاد شده. خب مثلا الان دارم میبینم که روز 4 سپتامبر افزایش سابسکرایب یه ذره زیادی داشته به نسبت اصلا بقیه روزا که 100 تا میگیره، 4 سپتامبر 200 تا گرفته. چه اتفاقی افتاده 4 سپتامبر؟ میام توی ویدیوها و ویدیوهای 4 سپتامبر رو پیدا میکنم. ببین الان تقریبا 22 سپتامبریم، پس 4 سپتامبر میشه تقریبا 18 روز پیش. خب و یا این ویدیو هستش یا این ویدیو هستش که سابسکرایب زیادی آورده. این 21 روز پیشه، این هم تقریبا 14-15 روز پیشه. پس یه ویدیو باید راجع به این دوتا بسازم. اگه کانال قطعا زیاد دنبال کنم که دقیقاً تاریخش رو میدونم کی منتشر شده، باز میکنم و تاریخش رو نگاه میکنم. ولی فقط خواستم اون ایده تو ذهنتون بیاد که چی کار کرده که سابسکرایب زیاد شده، من اون کار انجام بدم. من مثال مورد پنجمم که دوباره خیلی زیاد راجبش صحبت کردم این هستش که یه دقیقه تو همین اوورویو که هستیم من گزینه سیمور رو میزنم. خب سیمور یعنی چی؟ یعنی میخوام اطلاعات بیشتری از کانال داشته باشم. وقتی که داخل این قسمت میریم تبای مختلف اینجا داریم و 2 تا تب هستش که در مورد سابسکرایب هامون هستش، سابسکریپشن سورس و سابسکریپشن استاتوس، یعنی وضعیت سابسکرایب ها و سورس سابسکرایب ها که از کجا آمده. خب وارد این قسمت که بشیم یه سابسکریپشن استاتوس و یه سابسکریپشن سورس داریم که با این دوتا زیاد کار خواهیم داشت. ولی قبل از اون میخوام یه دقیقه این پایین نشونتون بدم، ویو، واچ تایم، سابسکرایب، درآمد، ایمپرشن و CTR. خب کاری به اینا نداریم، فقط میخوام میخوام اینو سورت کنیم بر اساس سابسکرایبرها، یعنی ویدیو هامون سورت بشه که مثلا ما چه تعدادی سابسکرایب جذب کردیم از هر ویدیویی. خب مثلا این یه ویدیویی که درون آموزش سابسکرایب 2500 تا سابسکرایب برام آورده. خب این ویدیو افکت‌های صداست 1900 تا سابسکرایب برام آورده. این ویدیو درآمد دلاریه 1700 تا، این ویدیو کاین مستر 1600 تا و ویدیوهای دیگه. ساده ترین قضیه‌ای که بازم براتون تکرار میشه این هستش که اگه دیدید ویدیوی آ خوب عمل کرد بازم از ویدیوی آ بسازید. یعنی چی؟ یعنی مثلا دقیقاً مثل مونه، شما یه بیزنسی دارید دیدید یه محصولتون خوب فروش داره، فقط کافی اون محصول یه فیچر جدید اضافه کنید، یه آپدیت بدید، یه تغییر بدید و باز هم اونو روانه بازار کنید. قطعاً اگه مثلا من یک آموزش داشتم در مورد افزایش سابسکرایب و خیلی خوب تونسته بازدید بگیره، این ویدیو هم احتمالاً برای من میتونه سابسکرایب خوبی بگیره و چیزای شبیه این. باید برید داخل کانال خودتون بعد از اینکه 30 تا 40 تا ویدیو گذاشتید ببین کدوم ویدیو سابسکرایب زیاد براتون آورده، از اونم مشابهش رو دوباره بسازید. مرسی که این ویدیو رو دیدید، دمتون گرم. اگه سوالی داشتید حتما کامنت کنید و تجربه خودتون رو بگید در مورد اینکه 100 تا سابسکرایب اول چه مقدار براتون طول کشید و چه کارهایی کردید تا سریعتر صورت گرفت. دمتون گرم و خلاق و پر انرژی باشید.